سلام دوستان، اگر بین 21 تا 35 سال سن دارید توی بهترین دوران زندگیتون هستید. این دوره طلاییه که انرژی خلاقیت و فرصت‌هاتون به اوج خودش میرسه. خب چطور میشه نهایت استفاده را از این سالها برد؟ بریم سراغش. اول از همه هدف گذاری مهمه. چه بخواد توی مسیر شغلی پیشرفت کنید، چه کسب و کار خودتون رو راه بندازید یا یه مهارت جدید رو یاد بگیرید، داشتن هدفهایی مشخص بهتون مسیر و انگیزه میده. هدفاتون رو بنویسید، به قدم‌های کوچیک‌تر تقسیمشون کنید و یکی یکی بهشون برسید. باور کنید این کار باعث میشه تمرکزتون رو حفظ کنید و با انگیزه بمونید. بیایید در مورد یادگیری صحبت کنیم. این بهترین زمان برای سرمایه گذاری روی خودتونه. توی دوره ها شرکت کنید، ورکشاپ، کلاس های آنلاین یا برید کتاب بخونید و هیچ وقت دست از گسترش دانش خودتون برندارید. هر چقدر بیشتر یاد بگیرید ارزشمندتر میشید و یادتون باشه یادگیری فقط برای شغلتون نیست. سرگرمی ها و علایقی رو دنبال کنید که هیجان زدتون میکنه. اونا میتونن به همون اندازه رضایت بخش باشن. با آدم های توی صنعت خودتون ارتباط برقرار کنید. توی رویدادها شرکت کنید و از اینکه خودتون رو به بقیه معرفی کنید نترسید. شبکه سازی میتونه درهایی رو براتون باز کنه که حتی نمیدونستید وجود دارن و این ارتباطات ممکنه به دوستی‌های همیشگی یا فرصت‌های شغلی کلیدی تبدیل بشن. بیایید سلامتی رو فراموش نکنید. این زمانیه که باید عادت‌های خوبی رو ایجاد کنید که سالهای سال به نفع شما خواهد بود. مرتب ورزش کنید، غذاهای مغذی بخورید و به اندازه کافی بخوابید. بدنتون عبادتگاه شماست و در حال حاضر مراقبت از آن به سود شماست، چون در آینده به شدت به نفع خواهد بود. از همین امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری روش کنید. حتی مبالغ کم هم میتونن به مرور زمان به طور قابل توجه کنید. یه لیست بودجه درست کنید، از بدهی‌های غیر ضروری دوری کنید و به اهداف مالیاتون فکر کنید. این کار بهتون آرامش خاطر و آزادی عمل میده تا توی شغل و زندگی شخصیتون ریسک کنید. چالش ها رو پذیرید و ریسک کنید. این سنیه که باید تجربه کنید، اشتباه کنید و از اشتباهاتتون درس بگیرید. از شکست نترسید، تجربه اغلب بهترین معلم ماست. هر پس رفت مقدمه بازگشته. توی این مسیر پیدا کردن تعادل هم مهمه، ولی سخت کوشی از اون هم مهمتره. فراموش نکنید که از زندگی لذت ببرید. با عزیزانتون وقت بگذرونید، سفر کنید و خاطره بسازید. این تجربه ها زندگیتون رو غنی میکنه، بهتون حس رضایت میده. دنیا داره به سرعت تغییر میکنه و انعطاف پذیر بودن بهتون کمک میکنه تا با این تغییرات به راحتی کنار بیایید. تکنولوژی های جدید رو بپذیرید، به ایده های جدید گوش بدید و همیشه آماده باشید تا در صورت لزوم مسیرتون رو تغییر بدید. سالهای بین 21 تا 35 سالگی واقعاً بهترین دوران زندگی شماست. با هدف گذاری، یادگیری شبکه سازی، حفظ سلامتی، برنامه‌ریزی مالی، پذیرش چالش ها، پیدا کردن تعادل و انعطاف پذیر بودن، نهایت استفاده رو از زمان و انرژیتون ببرید. کاری کنید که این سالهای زندگی سخت اصلاً به حساب نیاید و با کار و تلاش خوب پایه قوی برای آینده‌ای روشن بسازید. ممنون که تماشا کردید. اگر این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً لایک کنید و به اشتراک بگذارید. دنبال کردن کانال برای محتوای بیشتر رو فراموش نکنید. مراقب خودتون باشید و تا دفعه بعد.